حواست هست بچت داره بزرگ میشه، ولی نه با تو، با پول تو. آره داری زحمت میکشی، سر کار میری، قصه رو میدی، پول در میاری، آفرین، دمت گرم، دست مریضا. اما ازت یه سوال دارم، یادته چقدر رویا داشتی میگفتی اگه بابا بشم این کارو میکنم اون کارو میکنم؟ و الان بابا شدی. قرار نبود تو فقط مسئول خرید خونه و پر کردن یخچال خونه بشی. قرار بود کنار بچت باشی، وقت بذاری، تو دلش باشی، تو فکرش باشی، تو بازیاش باشی، نه فقط تو خونه هم باشید. اون که شد هم خونه. آمارای جهانی میگه 40% از بچه‌هایی که به خلاف میافتن رابطه‌شون با باباشون مشکل داشت. آمارای داخلی میگه از هر 4 بچه‌ای که میرن کانون اصلاح و تربیت 3 تاشون تو رابطه‌شون با باباشون مشکل داشتن. حالا تو هی برس به ظاهرش، خرج کن، لباس بخر، مدرسه خوب، کیف خوب، پول خوب، هی بده بهش. ولی بابای خوب از فکرش، از روحش غافل شدی. یا قبول، بعضی وقتا سرت شلوغ و سرکاری، ولی تو بعضی وقتا خونه هم میای سرت شلوغه با اخبار و گیم و اینستا و اکسپلور و اسکرول بالا پایین کردن ها. یه روزی میرسه این بچه کوچولو بزرگ میشه، میره با رفقاش مشغول میشه، بزرگتر میشه، ازدواج میکنه. باور کن حتی رود نمیشه بغلش کنی. تا هنوز بچه است، وقتشه که باهاش وقت بگذرونی، پارک بری، بازی بکنی، کارهای عجیب غریب انجام بدی. مشکلات زندگی داره بستنی ها رو آب میکنه، فرصت کمه برای اینی که با هم دیگه یه تفریح پدر و پسری، پدر و دختری انجام بدی. کی میخوای کیف پدر بودن رو ببری؟ همه سختی ها رو کشیدی، برای این لذته. ببین هیچ وقت بهش نگو همه چی رو برات فراهم کردم تا خودتو براش فراهم نکردی. تا وقت هست بیا براش بابایی کن.